اگر تو هم داستان داری، این برنامه توست. دوستان عزیز سلام. 4 دهه جنگ در افغانستان آغاز سفرهای بیپایان بود که هنوز هم ادامه دارد. ترک وطن برای مردم افغانستان فقط یک پایان نبود، بلکه آغاز بود برای یک سرنوشت جدید. اما این سفر از خانه اول تا خانه دوم تنها یک سفر نبود. این داستان بود، داستان درد و جدایی، شکست و شهامت، پیروزی و دوباره ثابت کردن خود. همین داستان هاست که ما را با هم وصل میکنه و تصویر تازه از مردم ما به جهان نشان میدهد و نقش فعال و مثبت ما را در کشور میزبان به تصویر میکشه. تصویر از عزت، شجاعت و نو ساختن. اگر تو هم داستان داری، این برنامه توست. تلویزیون راه اولین برنامه خود را تحت عنوان آغاز دوباره راه اندازی کرده است تا صدای این داستان ها باشد. در این برنامه من و تو با هم روبرو میشینیم، از دل قصه میکنیم و تجلیل میکنیم از روزهایی که ما را سوخت اما ساخت. اگر فکر میکنی که تو برنده نبرد زندگی شدی، به لینک زیر برو و فرم را پر کن. ما با تو تماس میگیرم. البته در همان فرم لینک یوتیوب و اینستاگرام ما هم هست. تلویزیون راه چشمانداز مشترک برای آینده. تشکر.